حریف پهلوان از طرف چپ داور از دشت میانه به هر دی پهلوان برای گشتینگیری برد پهلوان 150 سومونی. بختیور پهلوان احسن برای گشتینگی زیبایتون. 100 سومون دیگر از حساب همرویف عبدالغنی داده شده است. رحمت برای همت ولای همرویف. یک خرسک برای این پهلوان. پهلوانان خواجگی زرافشان از حساب نداشتن تالار ورزشی تنقیسی میکشند و از حساب نداشتن گلیم ورزشی حالا به همین پهلوان ناحیه جبار رسول برادر غیاث‌الدین پهلوان احسن میگویم 150 سومانی تحفه پهلوان رو پیشکش کنید. حریف نوبتی مهمان از دهه پلدارک قوازمایی میکنند به هر دی پهلوان 200 سومانی به هر دی پهلوان. دوصد سومانی تحفه پهلوان رو پیشنهاد کنید. از حساب مخلصان بختیور پهلوان همه خیلی خواهی شده اگر بختیور پهلوان با انوشیروان پهلوان قوازمایی کنند ها غالب آیند $100 تحفه. از حساب خزینه نوروزی 150 سومانی. در حالتی که بختیور پهلوان با انوشیروان قوازمایی میکنند غالی میبیند $100 و از حساب خزینه نوروزی 200 سومانی جمع 1200 سومانی تحفه پیشنهاد کرده میشد. معرف پهلوان پهلوان حریف نوبتی پهلوان از دهه پلدارک به هر دی پهلوان برای گشتینگیری برد پهلوانو 150 سومانی. التماس همین پهلوانو میدان خالی کنند. یک نفر وارد میدان شدند. انوشیروان پهلوان وارد میدان شدند و آماده گشتینگیری اند. در حالتی که صادق وارد شدند به حد یک تماشای خوب برای همین مردم میشن. البته با روزگی. نیکبخت پهلوان ترازر بگیریم ترازر عبدالشکور پهلوان از ناحیه جبار رسول آماده گشتینگ تاجیکی هستند. مرحمت وارد میدان شدند. حریف خود را انتظار شدند. همین مهمان از ناحیه جبار رسول آماده گشتینگی اند. از طرف داور میدان به هر دی پهلوان 1 دقیقه وقت چیزا کرده شد. عبدالشکور آماده گشتینگ تاجیکی هستند. بختیور پهلوان و از طرف راست چپ داور از خواجگی سومانیان به هر دی پهلوان برای گشتینگیری برد پهلوان 150 سومانی. بختیور پهلوان در همینجا حضور دارند از حساب صاحبای میدان. حالا پهلوان از ناحیه جبار رسول حریف خود را مغلوب نمودند. نگفته نماند که جیان نازمالی میشن به حد مهارت خوب گشتینگیری خود را نشان دادن. معرف واردری دارند. پهلوانو انوشیروان پهلوان با بختیور پهلوان قوازمایی میکنند. برد پهلوانو 1000 سومان. از حساب مخلصان صادق بختیور در حالتی که بختیور غالبیت به دست آورد 1000 سومان. در حالتی که بختیور مغلوب شدن از حساب خزینه نوروزی 300 سومانی به انوشیروان تقدیم کرده میشن. مردم شما 1000 سومان برد اینو از حساب همه خزینه نوروزی 1000 سومان.
1000 سومن به هر دیم پهلوان. بختیوار بختیوار پهلوان همه مردم خواجگی زرافشان مخلصی شمار، نه اینکه خواجگی زرافشان جماعت مسجد مخلصی شمار کرده ایستادند. التماس یک حرکت، یک مهارت، یک مکانتی خود را نشان دهید. حلال برداشت میزنید. حلال اما شرمن پهلوان صاحب 1000 سومن شدند. احسن برای شما. انوشیروان پهلوان خوش آمدید نور دیده. امروز در همین خواجگی زرافشان پهلوان بسیار حضور دارند. متاسفانه پهلوانی که با انوشیروان که وزمایی میکردن سلامتی خوب ندارند. توسن استاد ترسان کرده شده است که با همین پیش خود وزمایی کنید. بزرگ همینجا باشه مرحمت نورف در آرامگاه خدمت میکردن. یک گوسفند تقدیم کردن. رحمت برای همه اکو مرزاعادل یک کفکوبی. نگفتن ماند که علی محمد نورف هم همین چنین همت بلند کرده یک گوسفند دیگر دادن. پهلوان رضایف شهرت اکو از صاحبای میدان به حد پهلوان شناخته بودم. خیلی از حساب سین سال رفته دیگر گشتینگ در مشغول نشدن. حاضر آماده گشتینگیری هم با توش و خواهشی گشتینگیری دارن. در حالتی که شهرت اکو گشتینگ خوزمایی میکنن 300 سومانی تحفه از خزینه نوروزی. کی شو دوی ماما شو اختی کی روش را اوه سلام شو به هر دو پهلوان 150 سومانی تحفه انیخ کرده شده است. ها از طرف دوار به هر دو پهلوان یک دقیقه وقت جا کرد شد. التماس پهلوان هم میدان خالی کنه. غیر از شهرت پهلوان هم همین میدان خالیش کنن. نسکیار کشه نورف رضا نشدن به این قوزمایی. همانو 300 سومانی. شهرتگاه یا حرکت ها شهرت اوزاد میبردارید میزنید. خوابیده نمیشه. با گفت دوار گوش میاندازید. رضایف یک حرکت کنید. پیش به حد پهلوان شناختن و آداب خوب دارن و مهارت و مکانت خوب گشتینگیری دارن. به هر دو پهلوان برای گشتینگیری از این محاربه توشف دست برای شهرت پهلوان نورف رحمتوف از دهه پلورک حریف اون کس سفرف از دهه رو به هر دو پهلوان برای گشتینگیری بود پهلوانو 200 سومانی. بعد از همین دست دوری رو به زیمه میگیرن. امینف ملیک رحمت نورف شکرالله دم میگیرن. از طرف چپ از طرف راست دوور پهلوان شناخته برادر بختیوار پهلوان از ناحیه جبار رسول آماده گشتینگیری و هموزن خود را انتظارند. هموزن برادر بختیوار پهلوان اگر باشند مرحمت
وارد میدان شوند. پهلوان التماس یک نفر وارد میدان شوید. حالا پهلوان سفر از ذهن رو حریف خود را مغلوب نبودن. 200 سومانی ورد پهلوان بود. مرحمت نه یه منوت هم نیست ساعتی ده روشمون داشت داده هم بلاگری شلوختم ای شنیدش پهلوان حرکت کنید. از صبح دوبار به حد پهلوان 1 دقیقه وقت زده کرده شد. ما گفته نماند که هر دیگه پهلوان شناخته ناحیه میشن. در قوازمایه ناحیوی و بیرون از ناحیه بسیار حریفه خود را مغلوب نمودن، ثابت نمیشه. در حالتی که زانو در گلوی قوازمایه میرسد کار نکنه. از حساب دوباره میدان به حد پهلوان 1 دقیقه وقت زده کرده شد. پهلوان حرکت کنه. بیاد درست ویدیو میکنم. اثر دوبار به هر دی پهلوان 1 دقیقه وقت زده کرده شد. پهلوان شناخته سیفالایف وارد میدان شده ایستادند. به حد پهلوان شناخته سفید از صاحبه میدان و حریف آنکس از دهه پلدارد. به هر دی پهلوان برای گشتینگیری برد پهلوانو 150 سومانی برف که پهلوان گیرید. چی شد داره؟ حساب بیده نمیشد. الهام گوشی میتونی غیرتی میتونی ابراهی نه چی انوش کنه ببین به وقت انوش ابراهی نه اکی همین زن تشمیل میمونه ماشین اوپل رقم دولتیش 7772 همون ماشین گرید مهمانو میرفتیان خلال رسندی سال دست التماس. از طرف دوبار به هر دی پهلوان 1 دقیقه وقت زده کرده شد. پهلوان از صاحبه میدان به فکرم پسر اکو شیخ محمد میشد. به حد غیرت کرده وارد میدان شدن. احسن یک خفگویی برای این پهلوان صاحبه میدان. صاحبه نمیشه. پهلوان سیفالایف از حساب پیروجان کریموف 50 سومانی به خزینه نوروزی وارد کرده شد. احسن برای همت بالایشون. حریف نوبتی سیفالایف با لباس ورزشی سیاه از دهه پلدارک به هر دی پهلوان برای گشتینگیری برد پهلوانو 150 سومانی. سیفالایف یکی از پهلوانو شناخته دیار میباشند که چندین ساله از در این نوروزی هنر بالای خود را نشان میدهند. یک کفکوبی برای رضای شورجان. از طرف دوبار به هر دی پهلوان 1 دقیقه وقت زده کرده شد. شکر زیدالله اگر در همینجا حضور داشته باشید مرحمت وارد میدان شدید. برای شما 150 سومانی تحفه جدا کردم.
از حساب مرد سخاوتمند صاحبکار دیار ما و شما منوچهر ایدیف با 100 سامانی به خزینه نوروزی وارد کرده شد. احسن برای همت والایتان. پروردگار از کسب کارتان عمر جانتان برکت عطا کنند. پهلوانا حرکت کنید. حالا سیفالله به حق حریف خود را با یک مهارت و مکانتی خاص مغلوب نمودند. آفرین. یک سال چنگری دارند، چمپیون ولایت جمهوری شدند. حریف یک کس از دهه پهلورک به هر دو پهلوان برای گشتینگیری برد پهلوانو 150 سامانی. اوپل رنگش سفید، رقم دولتیش 9854. التماس مهمانو خواهش کرده سودن که 9874 التماس کرده سودن همون ماشین خود را گیرید تا مهمانو می رفتن خلال رسانی سودن. التماس پهلوان حرکت کنید. پهلوان سیفالله افتقال شکست نخورده است. از سر بازی داره. نه التماس این پهلوان برای افراط بیاین. 18 کروز میونه میدان میگونه کی؟ پهلوان حرکت کنید. از حساب مخلصان سیفالله اکا احمد از صاحبای میدان دیگه زم کرده شد. بوله تحفه نوروزی 150 سامان از حساب خزینه نوروزی و 50 سامان از حساب اکای احمد استقامت کننده نواباد دیار ما و شما. جمع الجمع 200 سامانی برد هر دو این پهلوانو. به هر دو پهلوان برار گشتی میری. بچه دارش کرده او شمسفید و دوداش دمون پهلوان خواجگی حاجی امیرف برحمد وارد میدان شد. به سهم ما رسانده که نوروزی خواجگی حاجی امیرف به اتمام رسیده است. بسیار پهلوانای خوب از خواجگی حاجی امیرف بودند. به مانند فرمان پهلوان، به مانند فرخ برادر آن کس، به مانند میرف، به مانند احسان پهلوان، نیکروز پهلوان خیلی امروز در اینجا حضور ندارند. زیدالله پهلوان همه شما مرحمت یک وارد میدان نوروزی شوید. از حساب داور میدان به هر دو پهلوان 1 دقیقه وقت جدا کرده شد. یکی از پهلوانان شناخته خواجگی حاجی امیرف با لباس ورزشی کبود از طرف راست داور آماده گشتنگیریان مرحمت. بعد از همین دست کمربند به همه آدم دید معروف از خواجگی حاجی امیرف بسیار هنر والای گشتنگیری خود را نشان داده بودند. هر دوان کابل باتر پهلوان از میدانچه کمسمول به حد مهارت خوب گشتنگیری دارند. در خواجگی سامانیان چندین پهلوانان را مغلوب نمودند. حریف یک از منطقه سوم از دهه نرف از دهه را به هر دو پهلوان برای گشتنگیری برد پهلوان 150 سامانی. پهلوان خواجگی پهلوان ناحیه جبار رسید مرحمت وارد میدان شدید. مردم آماده تماشای گشتنگی زیبای شما هست. بختاور پهلوان همینجا حضور دارند. از حساب مخلصانشان 400 سامانی مبلغ جمع آوری شده است تا که بختاور قوازمایی کنند. نیکبخت پهلوان پهلوان حرکت کنید. خوابیده نمیشود. در حالتی که زانو در گلیم قوازمایی میرسد کار نکنید.
از طرف داور به هر دو پهلوان یک داخل بخش دو کرده شد. مردم یک چیز مشاهده کردن که پهلوانای خواجگی زرفشان یکی از پهلوانایی که تمام نوروزی ها قوازمایی میکردن، همسایه شخصا من طاهرفا به مانند طاهرف بختاور که طی چندین سال گشتینگی زیبای خود را نشان میدادن حضور ندارن. اگر در همینجا باشن از حساب مخلصانشون 200 سامانی مبلغ پیشنهاد کرده شد. طاهرف بختاور اگر همینجا حضور داشته باشد بودن مرحمت 200 سامانی از طرف مخلصان شما تحفه پیشنهاد کرده شده است.